سلام دوستان، نفس هستم. در ویدیو قبلی توضیحات کامل رو برای درست کردن تخت‌های رزینی یا همون کریستالی به شما توضیحات کامل رو دادم. اینجا 3 نمونه کار دیگه درست کردم، فقط رنگ‌های رزینی که روش استفاده شده فرق کرده. که به شما گفتم رنگ‌های رزینی رو میتونین از همون جایی که رزین تهیه کردین انواع رنگ‌های گرتی، مایعی و ژلی رو میفروشن که شما میتونین برای تزیین تخته هایی که درست میکنین از دیزاینشون از اون رنگ ها استفاده کنین. این یه نمونهشه. از رنگ آبی استفاده کردم، آبی پررنگ و کم رنگ با مرجانی که از کف اقیانوس پیدا کردم و گوشمایی هایی که تزیین شدن با رزین. این دومین نمونهشه، بازم از گوشمایی، مرجان، بو و یه سری شنای کف دریا استفاده شده. اینم یه نمونه دیگه است که از یه نوع دیگه مرجان استفاده کردم، گوشمایی های کف دریا که داخلشون رو با رزین تزیین دادم و توتیا که اینا توتیای تیغ داره. بعد از اینکه میمیرن تیغاشون چون ترده شکننده است، راحت میتونی از تنه جدا کنی و برای دیزاینتون استفاده کنی. یه نمونه کارمون که از همه مدت زمان بیشتری میبره برای درست کردنش و سخت‌تره، رزینکاری روی چوبه که این چوب ملچه، یه مقدار خودشون ترک دارن. چوبا رو به صورت کالباسی برش کردم تو کارگاه نجاری و بعد از اینکه داخل خونه آوردم با مقدار سنبالی کشیدن سطحش قشنگ که صاف شد، با این وسیله ها که بهش مغار میگن، 3 مدل مغار در منزل موجود داشتم که خدا رو شکر این 3 تا مغار خیلی از کارهای من راه میندازه و کارهای زیادی درست کردم که بعدها در فیلم های بعدی از طریق استفاده از مغار رو شما آموزش میدم که با این مغارات یه سری شکاف هایی داخل چوب به وجود آوردم، خالی کردم در حقیقت که بشه یک دریاچه کوچیک رو روی چوب درست بکنم تا بتونم قوام رو داخل این دریاچه به حالت شناور در بیارم. این قوام از رزین تهیه شده، قالب های رزینی که به شما گفتم سیلیکونی که میشه از جای مختلف توی اینستاگرام تهیه کرد. قوام رو از قبل آماده کردم. وقتی که خشک شد داخل این شیارهایی که داخل چوب قرار دادم با رزین رنگ تقریبا سبز رنگ آب رودخونه برش کردم. وقتی که یک مقدار سفت که شد قوها رو روش کار گذاشتم. اگر سفت نشه قوها رو بذارین چون سنگینه قوها رو میکشه به سمت داخل. برای اینکه روی سطح آب قرار بگیره باید حدود 3-4 ساعتی بگذره، یک مقدار رزین خودش رو بگیره حالت سفت‌تر پیدا کنه، بعد میتونید این قوار روش کار بذارید. چیز دیگه که استفاده کردم توی مجموعه یه سری گل هست اینجا. اینا گلای تقریبا میشه لب ساحل جزیره کیش که ابتدا سبز رنگن، بعد از اینکه رزین روشون میخوره به رنگ سفید در اومدن. قبلا این رنگی نبود، بعد از اینکه خشک شد رنگش از دست داد که این گلای طبیعی جزیره کیشه و اینم یه نوع مرجانه، اینم یه نوع دیگه از مرجان. یه سری شنایی هم که لب ساحل جزیره بودم برای تزیین دورش استفاده کردم و همچنین توتیایی که برای شما در
تخته قبلی به کار بردم تعریف کردم که چجوری تهیه شده. اینجا از این توتیا استفاده شده و اینکه کار کردن روی چوب‌های اصلی مثل این چوب ملچ یک مقدار سخت‌تره، چون اول باید کامل سطحش صاف بشه. بعد از اینکه صاف شد سنباده خورد بعد رزینو بپاشین، چون اگر سطحش کامل صاف نشه به محض اینکه شما رزینو میپاشین روی تخته چوب رزینو میخوره و حالت خشک دوباره پیدا میکنه. پس حتما باید سطحش صاف و سیقلی باشه. ولی این تخته های MDF که برش خورده چون خودشون لایه زیرشون کاشته شده، اگه مشاهده کنین این دیگه رنگ رو نمیخوره، فقط کافیه رزین روش بپاشین تا اینکه یه کاری رو راحت تر درست بکنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهیم کردین. امیدوارم که پسندیده باشین و یه کار زیبا با خلاقیت های خودتون ارائه بدین. فقط اینکه من خواستم شما رو راهنمایی کنم تا شما هم مثل من با خلاقیت های دیگه‌ای که در ذهنتون میپرورین بتونین یه کار زیباتر از کار من ارائه بدین. خوشحال شدم. شبتون خوش.